امروز میخوایم بهتون آموزش بالانس کردن گیمبال رو بدیم. اولش که وصل کردن کفیشه. دوربینه که روی گیمبال سوار کردیم باید بیایم روی همه محورها دستگاه رو بالانس بکنیم. من اول از همه میام این محور رو بالانس میکنم. چه شکلی میام؟ از لاک درش میارم. دستگاه نه عقب باید بیفته نه جلو باید بیفته. این وقتی صاف شد دستگاه رو صفر میکنیم. بعد اینو میاریم بالا. این نباید بیفته. برای بالانس کردنش اگر رو به پایین میفته یکم باید بیاریمش بالا. زمانی که صاف شد لاک میکنیم. دوباره برش میگردونیم پایین. این دوباره از بالانس خارج شد و دوباره باید بالانس شه. یه کوچولو چون عقب میفته باید جلو بیاریمش، بعد سفتش میکنیم. این محور چون درست شد توی هر دو حالت اینو میتونیم لاکش کنیم بریم سراغ محور بعدی. وقتی اینوری میفته دستگاه باید این سمتی بیاد. وقتی که بالانس شد لاک میکنیم. کار محورم تموم شد. محورش رو لاک میکنیم میریم محور بعدی. بعد محور بعدی دستگاه رو کج بکنیم نباید بچرخه. وقتی این سمتی میچرخه باید جلو ببریمش. وقتی حالت استیبل قرار گرفت صفر میکنیم دستگاه رو. حالا میتونیم همه محورها رو آزاد بکنیم و بعد دستگاه رو روشن میکنیم. تمام.